سلام. حقیقتش نمیدونم باید چجوری سلام کنم، خب چون که هر طوری که سلام میکنم شبیه یک نفر دیگه سلام به نظر میاد. میدونی سلام من نیست، ولی سلام. خب همه ما این تجربه رو داریم که هر موقع میخوایم یه فیلمی انتخاب کنیم که ببینیم، همیشه 4 تا پیشنهاد تکراری به ما میشه و بعد از اینکه تصمیم میگیریم بالاخره اون فیلم معروفه که همه میگفتن شاهکاره رو ببینیم، میایم و خوشمون نمیاد و تو عملا نمیتونی بیای بگی به طرفدارای اون فیلم یا اون سریال که آقا من از این فیلم و سریال خوشم نیومد، آقا من این که تو میگفتی شاهکار بوده به نظر من شاهکار نبود. حتی اگه نقد محترمانه هم در موردش کنی، طرفدارای اون سریال تو رو میبلن. ولی اینکه ما از اون فیلم خوشمون نیومد آیا به این معنی که اون فیلم واقعا بد بوده یا مثلا سلیقه تو افتضاح بوده که مثلا از اون فیلم خوشت نیومده؟ همه دارن میگن شاهکاره، تو چرا از اون فیلم خوشت نیومد؟ لابد مشکل از تو. حقیقت اینه که تو این ویدیو که تایتلش همینطوری که اگه بتونم تایتل رو بذارم بلد باشم با یوتیوب کار کنم، نکنه واقعا از این فیلم‌ها داریم الکی و زیادی تعریف می‌کنیم، جواب به این سوال هم آره است هم نه. من قراره در مورد 2 تا فیلم حرف بزنم که این 2 تا فیلم هم خیلی معروفن و همه جا هستن، یعنی سرچ کنی فیلم چی ببینم بهت میگن این 2 تا رو ببین. و قرار نیست اینا رو معرفی کنم چون این فیلم‌ها هزاران بار در اپلیکیشن‌های مختلف توسط افراد خیلی زیادی معرفی شدن. صرفا قراره واقعا توضیح بدم که این فیلم‌ها چیان و من چرا خوشم اومده، چون منم جز همون افرادی هستم که خوشش اومده. من آدم متفاوتی نیستم، منم این فیلم‌ها رو واقعا دوست دارم، ولی چون دوگم نیستم قبول می‌کنم که چرا بعضی از مردم از این فیلم‌ها خوششون نیاد. به نظر من این 2 تا فیلم که قرار امروز در موردشون حرف بزنم، یکیش هست Perks of Being a Wallflower، امیدوارم بتونم چیزا رو بذارم اینجا، امیدوارم ادیتم بکشه توی این شات، و یکی Dead Poets Society، مزایای گوشه‌گیر بودن و همچنین Dead Poets انجمن شاعران مرده. یادم رفت بعد از اینکه حرفم یادم رفت به این نتیجه رسیدم که من چرا میکروفون ندارم، چون ندارم ولی میشه یک چیز الکی بیارم، چون همش باید دستامو تکون بدم و میرم یک چیزی بیارم که الکی اینطوری کنم. خب فکر می‌کنیم که ولدمورت میکروفون منه چون میخوام با کلاس به نظر بیام. این 2 تا فیلم به نظر من شاهکار نیستن، ولی من واقعا قلبا این فیلم‌ها رو دوست دارم. شاید به خاطر اینه که سنم کمه و فیلم‌های تینیجری حساب میشن این 2 تا. باید خودمو جدی بگیرم با این میکروفون. به نظر من این 2 تا فیلم 2 تاش نمرش 8 از 10. بله این فیلم‌ها شاهکار نیستن به نظر من. این که میان توی ادیتا میسن فیلمنامه 10 از 10 فلان 10 از 10، نه فیلمنامه 10 از 10 فلان اینا نیست. و من واقعا میفهمم که چرا یه نفر میخوره توی ذوقه، چون که وقتی یه نفر بهت میگه که این فیلم‌ها خیلی شاهکارن، تو همش دنبال اینی که کو شاهکار، کو دیالوگ درست، کو مثلا فلان، و خب باعث میشه خوشت نیاد. ولی خب مشکل از ما نیست، مشکل از فیلم هم نیست. بعضی موقع طرفدارا یک فیلم 8 از 10 و انقدر مثلا میان بولدش میکنن و میگن خوبه، باعث میشه که اون فیلم 11 از 10 به نظر بیاد. برای همین وقتی که تو یه نفر ببینه ممکنه بخوره تو ذوقش. حقیقته. سرتون رو درد نیارم، بذاریم با این فیلم شروع کنیم. واقعا امیدوارم توی ادیت بتونم اینطوری از این چیز میزا بیارم، چون که اگه نتونم بیارم شبیه توهمیه به نظر میاد. ژانرش طبق چیزی که در گوگل نوشته شده کمدی دراما هست. چیش کمدی بود؟ اقراق میکنید من دقیق از یک آب خشک از گلوی من پایین براتون فیلم. اگه چیزی بود که خندیدین بهش بگیم ما هم بخندیم، چون که کمدی نبود. داستان این فیلم توی مدرسه پسران اتفاق میفته به نام مدرسه ولتون. تلفظش رو نمیدونم، توی کامنت ها لطفاً بهش هیت بدین. در اصلاح خیش اقدام میکنم. خلاصه این مدرسه یه مدرسه سختگیرانه است و اگه بخوام از فضاش بگم اینطوری نیست که صرفا یه مدرسه‌ای باشه که تو بتونی همش زمین پشتی دعوا کنی و بری کرم بریزی سر معلما. نه، یه مدرسه‌ای که معمولا افرادی میان اونجا که توقع دارن از فرزندانشون، توقع دارن از بچه‌شون که دکتر شن، مهندس شن و نمرات خیلی توش مهمه، خیلی سختگیرانه است. نمیدونم این مدرسه دهه 60 واقعا تو دهه 60 میلادی اتفاق میفته، ولی یه مدرسه دهه 60 ایرانی رو تصور کن، حالا پسرانش ما یه همچین حالتیه. و خب فکر کنین که همه توی اون مدرسه اینطوری بهشون گفته شده و طبق انتظارات والدینشون، طبق انتظارات مدرسه و همه این چیزا اینطورن که ما بعد مهندس شیم، دکتر شیم، فلان شیم و از اینجور چیزا. ولی یه اتفاق میفته که یادم نمیاد واقعا، که یک معلم جدید ادبیاتی میاد سر کلاس اینا که کی بازیش میکنه؟ رابین ویلیامز. برو ببین فیلم، مثلا ویدیو یوتیوب برای چی اومدی ببینی؟ برو فیلمو ببین. رابین ویلیامز اصلا کی میتونه تو رو قانع کنه؟ رابین ویلیامز داره میگه که برو فلان کار کن. چشم خودش هم آخر کش. ولی میدونی رابین ویلیامز داداش، رابین ویلیامز معلم اینا میشه و خیلی رابین ویلیامز معلم متفاوتی. معلمیه که مثلا یهو بهشون میگه که داداش پاشو وایسا رو میز، فلان کن، بیا این کتابه رو پاره کن.
حالا با جزئیات‌تر می‌تونیم برید ببینید اینا هیچی. کلا معلم متفاوتیه و معلمیه که واقعا به هنر اهمیت میده و میاد این فکر رو میندازه تو کله این بچه‌ها و چشاشون رو باز میکنه به زندگی که شاید تو نخوای دکتر شی، شاید تو نخوای مهندس شی. و چرا این فیلم خوبه؟ خب طبیعتاً به این نتیجه گیری میتونیم برسیم که این فیلم میاد یک چیزی رو به یک سری نوجوان ارائه میده که شاید تو نخوای مهندس شی، شاید تو نخوای دکتر شی، شاید اینکه الان نمره ریاضی 20 باعث نمیشه که تو علاقه داشته باشی به ریاضی. میدونی چی میگم؟ برای همین باعث میشه که این فیلم خیلی روی افراد متفاوتی تاثیر بذاره و با اینکه خیلی‌ها میگن که این فیلم حوصله‌شون رو سر برده، یک طورایی حق میدم، چون که واقعیت اینه که به نظر من این فیلم بیشتر سعی میکنه که آدم‌ها رو با دیالوگ نگه داره و واقعا به نظرم موفقه تو این که با دیالوگ آدم‌ها رو نگه داره. یک سری دیالوگ واقعا خوب داره که چشای تو هم باز میکنه به جز چشای دانش آموزا و حق میدم که مثلا یکی حوصله‌اش سر بره. آقا نه نمیخوام دیالوگایی که میگه دوست ندارم، میدونی. و بذارید در مورد شخصیت اصلی بهتون بگم، چون من یک بار این ویدیو رو ضبط کردم و یادم رفت در مورد شخصیت اصلی باهاتون حرف بزنم، چون که هی گفتم رابین ویلیامز و کلا حذف شد. شخصیت اصلی این فیلم کسیه که اگر بخوام کوتاه مفید مختصر در یک جمله توصیفش کنم، کسیه که خیلی حرف برای گفتن داره ولی واقعا از گفتنشون میترسه. شخصیت اصلی این فیلم تاده اسمش و شخصیتی هست که میشه گفت منزویه، از حرف زدن توی جمع میترسه، خیلی میخواد آدم‌ها ببیننش ولی از اینکه ابراز کنه چی میخواد بگه واقعا میترسه و خب تازه اومده به این مدرسه و با یک نفری هم اتاقی میشه به اسم نیل که به خاطر این دوتا حتی به نظرم کافیه، کمستری این دو نفر واقعا کافیه که این فیلم دیده بشه. و نیل کاملا برعکس تاده، از گفتن حرفا نمیترسه و اگر بگیم نمیترسه حداقل تادو تشویق میکنه که حرفاشو بزنه و خودشو بروز بده و خیلی دوستی خیلی خوبی با هم دارن. و واقعا یک دوستی سازنده است. و خب خلاصه بقیه فیلم در مورد این میگذره که این تاثیر مثبت این دوستی تو زندگی تاد چجوریه و چیزی که من در مورد فیلمنامه خیلی دوست دارم اینجا اینه که توی این فیلم تو احساس می‌کنی که داستان این فیلم حول محور تاد میچرخه و واقعا تا یک حدی میچرخه، ولی در آخرهای فیلم تو متوجه میشی که داستان در واقع اونقدر در مورد تاد نیست و نیل از یک شخصیت فرعی خیلی بولد میشه، حالا نه فقط به خاطر یک سری دلایل که نمیخوام اسپویل کنم اینجا، ولی بلکه به خاطر اون تجربه‌ای که توی ذهن تاد میذاره از این دوستیش با نیل. میفهمی که نیل چقدر نقش اصلی، یعنی نقش اصلی هست ولی یهو یک سایدی رو ازش میبینی که واقعا اینطوری که من در حالی که دارم میمیرم اسپویل نکنم. و آره خلاصه این از فیلمنامه‌اش و بذارید در مورد شخصیت پردازی رو بهتون بگم. تو همون 2 ساعت و نیم به طرز عجیبی نشون میده که هر کاراکتر چجوریه و تو یک برداشت خیلی خوبی میتونی از اون کاراکترها بکنی و بهت این اجازه رو میده که به هر کی که میخوای هر طوری که میخوای ریلیت بکنی. کلمه انگلیسی آخر استفاده کردم. و آره این در مورد شخصیت پردازی واقعا شخصیت پردازی 10 هستن. در مورد فضا و زاویه انقدر درگیر زاویه دوربینم بودم چون هی ویدیو رو قطع میکنم چون آماتور بدبختم. در مورد زاویه دوربین ددپوت نه. در مورد فضاسازی و بازیگری اگر بخوام بگم، فضاسازیش با اینکه در یک سال تحصیلی رو نشون میده ولی خیلی فیلم پاییز تورانه‌ای هست و نمیدونم من چرا تابستون دارم این فیلمو میگم ببینین ولی بعداً برین دوباره در پاییزم ببینین. راه حل شد. بازیگری خیلی خوبه و خب همونطور که دیالوگا رو مثلا انقدر عمیق تونستن اجرا بکنن که تو واقعا یک چیزی درونت احساس می‌کنی، واقعا حرفی برای گفتن نداره. بازیگری واقعا خوبه. بازیگر تاد فکر می‌کنین کیه؟ شوهر این خانومی و بابای کدوم خانومی؟ این خانومی. اگه نتونستم توی ادیت این چیزا رو بیارم و زایی شدم این سگ، بابای نقش رابین توی استرنجر تینگز بازیگر تاده. اگر بخوام خلاصه در مورد تاثیر احساسیش بگم، به خاطر این مخاطب‌ها رو تحت تاثیر قرار میده که یک شیوهی رو داره به یک شیوه زندگی رو داره به مخاطب مخصوصا نوجوانا پیشنهاد میده که یک اسم تخصصی تر هم هست که اصلا خیلی دیالوگ یک چیز خیلی معروفیه توی فیلم به نام کارپ دیم. تلفظا رو نمیدونم، هیت بدین بهم توی کامنت ها. جالبش اینه که اگر با خیلی غلیظ تلفظش کنی احساس می‌کنی که یک سیاه‌پوستی که داره فوش میده. کارپی حالت شعارطوره، یک شعاری برای زندگی، یک چیزی شبیه این که ما فقط یک بار زندگی میکنیمه ولی خب دقیقاً همون نیست چون خیلی اشتباه میگیرنش.
از یه کلمه لاتینی میاد که واقعا نمیدونم مینویسمش احتمالاً که اون کلمه لاتینه چیه، ولی به این معنی لفظیش اینه که روز رو بچین، یعنی دو تا کلمه کنار هم میشه روز رو بچین و به این معنی نیست که کارهای خطرناک بکن، قوانین رو بشکن که مثلا چون یک بار زندگی میکنی. فرقش دقیقاً با اون یکی چیز چیه؟ اون یکی هم تلفظش رو نمیدونم. فرقش با اینه که بهت میگه که چون داری یک بار زندگی میکنی ارزشمند زندگی کن، اگر چیزی رو میخوای شروع کنی شروعش کن، اگر حرفی رو میخوای بزنی بزنه. و به نظر من این توی شخصیت پردازی هم بود. مثلا خیلی کاراکتر داشتیم که نمیتونست مثلا پاد حرفی رو نمیتونست بزنه و بسیار توی مثلا نوشتن خوب بود و میترسید مثلا نوشته‌اشو بخونه و میدونی دقیقاً رابین ویلیامز یه فیلم داره بچه‌ها رو به همین تشویق میکنه. شخصیتایی داشتیم که میترسید که یک چیزی رو شروع کنه و وقتی که رابین ویلیامز اومد مدرسه‌شون اون چیز رو شروع کرد، میدونی. و آره خلاصه این میشه که پاشو شروع کن، شنبه‌ای در کار نیست. ویدیو رو فلسفی نمی‌کنم و آره خلاصش ارزشمند زندگی کردن در لحظه. طوری زندگی کن که ارزشش رو داشته باشه و زندگیت رو خودت ارزشمند کن. واقعا داری به این فیلم میگی حسین سربر؟ شعار زندگیم این فیلم. بگذاریم میریم سراغ فیلم دوم. در مورد داستان فیلم توی دهه 90 اتفاق میفته و حول محور چارلی میگرده. چارلی یه پسر نوجوانیه که تازه رفته دبیرستان و خیلی جالبه که روزایی که میره دبیرستان رو میشماره و مثلا اینطوری که 1000 روز مونده تا دبیرستان تموم شه. و من واقعا از ته قلبم امیدوارم که هیچ کس با شخصیت چارلی همزاد پنداری نکنه و حتی اگه میکنه امیدوارم از نیمه دوم فیلم به بعد دیگه با چارلی همزاد پنداری نکنه. شخصیت چارلی و شخصیت تاد یک طوری شبیهن. تئوری هم هست در مورد ربط این دو تا فیلم به هم که من واقعا به این تئوری باور دارم. توی این فیلم یه معلمی هست که خیلی رابطش با چارلی خوبه. همه این فیلمایی که معلم دارن و به خدا یه معلمی هست که خیلی رابطش با چارلی خوبه و مثلا به چارلی کتاب میده، مثلا در مورد چیز با هم حرف میزنن و خیلی اون دیالوگای خیلی خوبی هم داره معلمه. و یه تئوری هست که به خاطر فامیل مشترک این معلمه و تاد میگن که این معلمه همون بزرگ شده تاده که تاد رفته معلم شده و الان معلمه چارلی. و از نظر زمانی کاملا میخونه چون که دد پویت تو مثلا سال 1959 مثلا دهه 60، این فیلم تو دهه مثلا 90 1992 اینا و کاملا میخونه. چرا که نه. بذارید در مورد شخصیت چارلی بهتون بگم. شخصیت چارلی آدمیه که درونگراست و واقعا میتونیم بگیم که آدمی که تنهاست، مخصوصا که الان رفته دبیرستان و هیچ دوستی نداره الان و خواهرش هم که توی سالهای بالاتر درس میخونه خب طبیعتا دوستای خودشو داره و خب میتونیم ببینیم که مثلا چارلی تنها غذا میخوره. وای الهی بمیرم برات. چارلی تنها غذا میخوره و خیلی نازنازیه واقعا و اضطراب اجتماعی داره و اضطراب اجتماعی داره، برای سخت ارتباط گرفتن. ولی خب طبق کلاسایی که میره و اینا با چند نفر آشنا میشه که سالهای بالاتر درس میخونن و باعث خیلی اتفاقات خوبی توی زندگی چارلی میشه. راوی داستان چارلیه و داره تجربه 1 سالشو از اینکه با اون آدم‌های سال بالایی دوست شده و اینا به اشتراک میذاره، ولی توی کتاب هر چیزی که ما از این آدم‌ها میشنویم، مثلا از دوستای چارلی میشنویم، به نیت یک نامه است، یعنی یک سری نامه است که چارلی به یک نفری مینویسه و از توی اون نامه‌ها اتفاقاتی که میفته رو مثلا مخاطب در جریانش قرار میگیره. در مورد شخصیت پردازی اگه بخوام بگم، این فیلم خیلی شخصیت پردازیش خوبه. من این فیلمو از دد پویت خیلی بیشتر دوست دارم، ولی نه به خاطر اینکه بهتره، به خاطر جایگاهی که در قلب من داره این فیلم. شخصیت پردازی چارلی همونطور که گفتم خیلی قابل درکه و خیلی قابل ریلیت کردنه. من نمیدونم چجوری یک فیلم میتونه انقدر دیالوگ خوب داشته باشه. اصلا مگه میشه انقدر دیالوگ خوب؟ یعنی اصلا تو هر فیلمی بری ببینی اینطوری که وای یک دیالوگ معروف مثلا 2 تا دیالوگ معروف داره دیگه، 2 تا دیالوگ خیلی خوب داره. این فیلم انقدر دیالوگاش خوبن و انقدر دیالوگای خوب زیادن که اصلا نمیدونم چجوری باید بگم. و بازیگری هم خیلی خوبه، یعنی قشنگ دیالوگ خوب، بازیگری خوب، شاهکار. یعنی بازیگری و دیالوگ عالیه. دیالوگا رو من واقعا از صمیم قلبم دوست دارم و دیالوگ‌هایی هستن که هر کدوم میتونی پاس کنی و یک رو به اون دیالوگ فکر کنی. در مورد تاثیر احساسی که تو این فیلم میذاره، این فیلم به نظرم فیلمیه که خیلی مخاطب توش مهمه، اینکه توی چه سنی اونو ببینی. مثلا نمیدونم اگه توی 10-20 سالگیت ببینی شاید خوشت بیادا، ولی شاید اون چیزی که می‌خواستی رو بهت نده، یا مثلا اون چیزی که می‌خواستی رو الان دیره که بهت بده. ولی اگر 15 16 و حتی 17 و حتی 18 سالته خیلی میتونه فیلم خوبی برات باشه. و چرا این فیلم به نظر من از بقیه فیلم‌ها متفاوته؟ اینکه این فیلم خب در مورد یک نوجوان افسرده، میتونید تعارف که نداریم، چارلی واقعا وضعش خراب بود، ولی
این فیلم متفاوته با بقیه فیلم‌ها. طوری که نوجوانی رو به تصویر کشیده واقعا متفاوته و یک دیالوگ داره و اینکه شاید تو یک داستان ناراحت کننده نیستی و واقعا مثلا اگر میتونستم این فیلمو با یک دیالوگ تعریف کنم، دیالوگای خیلی بهتری داره ها، شاید تو یک داستان احمقانه و ناراحت کننده نیست. میدونی این فیلم داستان زندگی چارلی که خیلی هم بده رو به نمایش میکشه، ولی از اون فیلمایی نیست. مثلا نمیدونم یه سری فیلمایی هستن که نوجوانه خیلی افسرده هستن، اینطوریه که برو خودتو تیغ بزن، برو خودتو بکش، برو و میدونی یک سری فیلم‌ها هستن که برای توصیف اینکه چقدر نوجوانی میتونه برای یک سری افراد سخت باشه مخاطب رو تشویق میکنه که مثل اونا عمل بکنه. اینو مثلا عادی سازی میکنه که اوکی اگر افسرده ای شاید خوبه که افسرده‌تر بمونی. میدونی نشون میدن که یک نوجوان چه حس و حالی داره ولی اونو تشویق نمیکنه که بهتر شه. به نظر من والفلاور آدمو تشویق میکنه که بهتر شه. شاید تو یک داستان ناراحت کننده نیستی واقعا. خلاصه که همین. این فیلم خیلی برام مهمه. بابت اینکه نور پشتم بود، زاویه دوربین 60 بار عوض شد، ولدمورت رو اسیر کردن اینجا و حرفایی که همش یادم میرفت معذرت میخوام و نمیدونم چرا واقعا تا ته این ویدیو دیدیم، فکر نکنم کسی دیده باشه ولی مرسی که تا ته این ویدیو دیدیم. خیلی بیسیک بود، خیلی فیلم‌ها چیزی بود ولی نمیتونستم نگم، کسی نبود که در مورد این فیلم باهاش حرف بزنم. پس مرسی.